مرد غریبه‌ای اومد به یه روستا و به مردم گفت که هر میمون رو $10 میخره. اون منطقه خیلی میمون داشت. پس مردم قبول کردن و شروع کردن به گرفتنشون. مرد صدها میمون و دونه‌ای $10 خرید. وقتی تعداد میمونا کمتر شد، مردم کم کم دست از کار کشیدن. اون مرد دوباره اعلام کرد که حالا هر میمون رو $20 میخره. مردم دوباره به شور افتادن و رفتن دنبال میمونا. بعد از مدتی تعداد میمونا به شدت کم شد و خیلی‌ها دیگه بیخیال شدن. مرد این بار قیمت رو گذاشت رو $25، ولی دیگه هیچ میمونی وجود نداشت که بشه گرفتش. مرد گفت حالا حاضر هر میمونو $50 بخره، ولی چون باید بره شهر، دستیارش به جای اون خرید میکنه. در نبود مرد، دستیارش به مردم گفت این همه میمونی که توی قفس جمع شده رو ببینید، من اونا رو دونه‌ای $35 میفروشم. وقتی مرد از شهر برگشت، میتونید همونا رو بهش $50 بفروشید. مردم کل پسندازشون رو دادن و همه میمونا رو خریدن. اما دیگه نه سر و کله اون مرد پیدا شد و نه دستیارش. مردم موندن و صدها میمون که نمیدونستن باهاشون چی کار کنن. حواست به کارایی که وعده سود سریع میدن باشه، چون معمولاً ازت سوء استفاده میکنن و تهش ضرر میکنی. در رشد محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.